تقیه غفتاسمان مبلاغمان ده حلقمان از سروره کرم بیاد مبلاغمان ده حلقمان قادری قدرت نماد شافی روزی جزا های صاحبی شاه و گدا مولا همان الحمود های قادری قدرت نماد یه شافی روزی جزاد های صاحبی شاه و گدا مولا همانده الغمان نصیبیشه که آدمیم هم کشتی نوی نبیم یه غیصا بباده این مریمی مولا همان ای حال همون های داوری روحانیانه هستی شمر شای جوان یه چشمی چراغ مومنانه مبلاغمانه ملغمان بازی برازی ما شریم والای تکه تو بمریم یه ساقی آقا زی کمسریه مولا همانه ای الحمود هستی برانی ولیم اندر زمین نامت غلیم ای سلطان امری کشوریم مبلاغمان الغمان یه سلطان امام المتقین سلطان امیر المؤمنین سلطان بود روم القبینه مولا همان الغمان سلطان عالم حیدر است هم قبله برابر است یه برچون لغا لم را برست مولا همان ای الحمود سلطان عالم مرتضی هم مصطفی هم مرتضی مولا مانده الغمان های شاه
شاید این گفته با قدار بده
معصومه کرد یک چرا سوی من دویدی زود سببی بیمایست ترابه چه بود یه گفته ترسیدم از حتی بخشیم که مرا هم باید گدا بخشیم من به حکمی تویم بچه مکن لیکن از خود مرا مکن مرون دستایم نستاب دقتی دونی من کجا مزدری تو مجموعی چون که ساید مغارب اون شد بران یافته در دست خشم شد ایران گفت من آرزوی اون چستم برس مادر من بر دست دم شای مردم بگفت که او کور است یک ندانم که چیست معذور است پس به من کوره گفت سرور دینم دست بر چشم خود به مال و ببینم یک کوره بر دیده دست که خود مالین گشت بینا و شام یه دین راهین یه خوشان دیده که دیدو را هدای خش ساخت قارون را دیدمان را بدست خش مغار بشران بار چارم صد قطار گفته مشتران همان از کیست سببی دادنی مغارم چیست گفته قنبر بشا یه دینایه دارم و تو بخشیده اما یا کسر کرده بینا زلاتفم چشمانت ساخته سر بلد زی سانت چنان شادنان شده سایه که غزن زوقمه تبیده شده شادی اولش زدیدن شاد رمزه دور بین نشین آقا کسه یا مزاشترانا گنجا گمر هر یک خوبه تره زیک دیگر یا غنی لطف توش نامعلوم کسی کوید نرفت تبه مقصود شد کسی کوید نرفت تبه مقصود منم از سایلانه
دست شراب ما کباب مرباب من یه پروایم بایم خانایم یه خماره نداره من اگر یاره وفادار نداره مجب نیست یه مایار بجز
درست عشق نوشن که مادر
بارد و خلو بولو بخبو مهدم دیگه ده نمیش ترکا نکات من مهدم نمیش دیشته و بدم خیلی سینم دقیقا نیش تو دیگه هزارتن یو دیدم يا رب محمد علي زهرا يا رب حسين وحسن علي قبام يا كسلوت برارة حاجتم در دو سرای به منت خلق یا علی غلام بشناس علی را که علی سر خداست از عین علی جمله اشیا پیداست اگر عین خودت است علی را بشناسه معلوم تو گردد که علی عین خداست گویا با مثال یک رباطیه خلقی دیگر است گفتم بروم سیل تماشای
گذر است من بر سر خود خیال مولا دارم من نام علی از همه بالا دانم نامی دیگران نگنجد در دل منه گر صد بروم همین تمنا دارم حاکی بر گوشه خدا طلبیه جای به زمین جا به زمام طلبیه او از رکی گردان تو نزدیک ترسته خود را بشناس اگر خدا می طلبی دوست دارن شمان ما یک نفس گام آتش و گل مگا خار و خسن یه مرچند وفا ندارد انداد رفنای یه باید که به قدر غمدگر ما برسه مولانا علی خاری زبونم نکنی از گردش چرخ سر نگونم نکنی من پیش خدا همین مراد طلبم از صحبت دوستان برونم نکنی یا رب کرمه بر من درویشی نگر یه بر من نگره وای بر کرمی خشی نگر
چندن ایم لایق بخشایش توی یک بار مال منی خستای ای دلش نگاه
مغفرات